سلام، حال دلتون چطوره؟ آقا توی اسپرسو گرفتن گزینه‌ای که خیلی میتونه برات مهم باشه تمپ کردن پودر اسپرسوت. یعنی چی؟ یعنی اگه شما درست تمپ نکنی، حالا اون کیلویی که باید فشار وارد کنی به اون پودر درست نباشه، اون اسپرسو از بین میره یا به قول ما باریستاها اوور میشه. حالا اگه اون درجه‌ای که باید تمپ کنی، اون کیلویی که باید فشار بهش وارد کنی کم باشه، اون اسپرسو کال میشه. به صورت عامیانه بهت دارم میگم، به گفته باریستا آندر میشه. پس اگه میخوای یه دونه اسپرسو فوق‌العاده خوبی داشته باشی باید چیکار کنی؟ برات توضیح میدم، حتما ویدیو رو تا آخر ببین. اگه منو سابسکرایب نداری سابسکرایب کن، ویدیوهای بعدیمو از دست ندی. ببین ما دو مدل بسکت داریم، بسکت غیر تحت فشار و بسکت تحت فشار. اینم پشت. ببین به این بسکت غیر تحت فشار نهایت تمپی که باید وارد کنیم، نهایتش اونم تو بعضی از پودر قهوه ها لازم میشه، مثل لاینایی که نزدیک به عربیکا باشه، لاینایی که نزدیک به روبوستا باشه، تمپش تا 1.5 کیلو بیشتر نباید باشه. لاینایی که نزدیک به عربیکا هستش توی بسکت های غیر تحت فشار اصلا نیاز به تمپ نداره، فقط با یه دونه عدد لولر رو میچرخونی، میذاری زیر دستگاه، عصاره قهوه‌تون میگیری. ولی توی بسکت های غیر تحت فشار نهایت فشاری که باید بهش وارد کنی با تمپرت نهایتش میشه تا 5 کیلو، بیشتر بشه قهوه‌ت میسوزه. بیا برات توضیح بدم. شما تو بسکت های غیر تحت فشار حتما باید توی بسکت های تحت فشار حتما باید از لولر استفاده کرده باشی به این صورت. بعد اون درجه تمپی که باید به اینجور اصل قهوه بدی، ببین این بسکت تو پورتافیلتر تو به این حالت که گذاشتی، حالت زاویه دست خیلی مهم، باید دست 90 درجه باشه. وقتی که 90 درجه باشه اون میزان کیلویی که باید به این فشار وارد کنی اندازه دقیقی میشه که تا 5 کیلو میشه، بیشتر نمیتونی، یعنی بخوای هم نمیتونی وارد کنی. یه سری‌ها برمی‌دارن اینجوری میکنن، جفا میرن روش، یا به قول معروف فشارهای خیلی سنگین میارن. این اصلا درست نیست و قهوه‌تو اوور میکنه. ببین این حالت از بازو و کتف استفاده میکنی، یه فشار، یه تپه، ببین همین بیشتر نه. بعد نگاه کن، صاف، تمپر صاف. این باعث میشه آبی که وارد روی پودر قهوه وقتی ریخته بشه از این دوتا شاوراژ درست خارج بشه و عصارت یک دست بیاد. این کار رو حتما باید انجام بدید. توی بسکت های غیر تحت فشار هم گفتم اگه نزدیک روبوستا بود تا 1.5 کیلو یه بار فشار میدی، همین. ولی اگه نزدیک به عربیکا بود اصلا نیاز به تمپ نداره، فقط لولر. بعد قهوه تو سرو میکنی. این اشتباه رو انجام ندید، فشار زیاد به پودر قهوه‌تون وارد نکنید، قهوه‌تون از بین میره و اوور میشه. دمت گرم. اگه خوشت اومد لایک کن، بفرست، بقیه هم از این ویدیو استفاده کنه.